و مواضع جمهوری اسلامی در حمایت از مردم ایران در حالی به پایان میرسه که روز چهارشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد دهمین موج حملات خودش رو آغاز کرده. در بخشی از این حملات شاهد انفجارها و بمباران شدید مناطق مختلفی از شرق تهران بودیم. ویدیوها و گزارش‌های زیادی هم از این منطقه منتشر شد و به دست ایران اینترنشنال رسید. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که روز چهارشنبه با 100 جنگنده و بیش از 250 بمب مناطق مختلف در شرق تهران رو که متعلق به رژیم جمهوری اسلامی بمباران کرده منتشر کرده. گفته که مقر سپاه پاسداران، مقر اداره اطلاعات، مقر بسیج، مقر نیروی قدس سپاه پاسداران، ستاد یگان ویژه نیروی انتظامی، مقر جنگ سایبری، مقر واحد مسئول سرکوب اعتراضات رو هدف حملات خودش قرار داده. از ابتدای روز شنبه تا پایان روز چهارشنبه که این گزارش رو دارم برای شما ضبط میکنم، ارتش اسرائیل اینگونه اعلام کرده که بیش از 5000 بمب در نقاط مختلف ایران بر مواضع جمهوری اسلامی شلیک کرده و اهداف مختلف رو از جمله پدافند هوایی و لانچرهای موشک رو در نقاط مختلف ایران هدف قرار داده. از جمله اونها میتونم به فرودگاه مهرآباد اشاره بکنم. تصاویرش رو هم ارتش اسرائیل منتشر کرده که پدافند هوایی و لانچرهای موشک رو در اطراف فرودگاه مهرآباد تهران مورد هدف قرار داده. همچنین شاهد موشک پراکنی‌های جمهوری اسلامی بودیم به همراه حزب الله لبنان امروز اینجا در اسرائیل، هرچند که تعداد آژیرهای خطری که امروز در نقاط مختلف اسرائیل به صدا در اومد بیشتر از روزهای گذشته بود، اما تعداد موشک‌هایی که از سمت جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل شلیک شده بود بسیار بسیار کم بود و حتی خیلی از اونها به خاک اسرائیل هم نرسید و اونهایی هم که به خاک اسرائیل رسید توسط پدافند هوایی اسرائیل رهگیری و سرنگون شد. رضا محدث، اورشلیم. یکی از خلبانان جنگنده های اسرائیلی در گفتگو با اینترنشنال میگوید که جنگنده هایی که در ایران عملیات نظامی انجام میدهند مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی برای دقت در هدف هستند تا به غیر نظامیان آسیبی نرسد. او افزود که هدف آنها رژیم ایران و نه مردم ایران است. در هر پرواز ملاحظات زیادی وجود داره که باید در نظر گرفته بشه. در پروازهای طولانی از این نوع ما معمولا ابتدا از خود سامانه شروع میکنیم، یعنی از هواپیما. باید بررسی کنیم که آیا واقعا قادر هستیم به هدف برسیم و مأموریتی رو که برنامه ریزی کردیم اجرا کنیم یا نه. بر همین اساس به منطقه‌ای که در آن پرواز میکنیم نگاه میکنیم. مهمترین چالش فاصله است. مدت زمان پرواز بسیار طولانی است و این موضوع هم بر هواپیما و هم بر خدمه تأثیر میذاره. برای ما بسیار مهمه که همه چیز به خوبی برنامه‌ریزی و مدیریت بشه. هواپیماها در شرایط عملیاتی باقی بمانند و سوخت کافی داشته باشند تا بتوانیم سالم به خانه بازگردیم. بیش از هر چیز ما امنیت کشور اسرائیل را در برابر چشمان خود داریم. برای ما بسیار مهم است که رژیم ایران دیگر نتواند تهدیدهای خود را عملی کند. رژیمی که سالها شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داده است باید به جایی برسد که دیگر قادر نباشد این تهدیدها را در آینده عملی کند. این در اصل چیزی است که امیدوارم این مأموریت و این جنگ به آن دست پیدا کند. اکثریت قاطع حملات ما علیه اهداف نظامی است که معمولا در نزدیکی مناطق غیر نظامی قرار ندارند، اما در نهایت باید گفت که ما با رژیم ایران در حال جنگ هستیم، نه با مردم ایران. به همین دلیل تلاش میکنیم حمله تا حد ممکن دقیقاً به هدف مورد نظر اصابت کنه و آسیب دیگری ایجاد نشود. ما از مهمات بسیار دقیقی استفاده میکنیم تا مأموریت انجام شود بدون آنکه به چیزهای دیگر آسیب وارد شود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. رهبری اونها به صورت داره مناقض میشه. هر کسی که بخواد رهبر بشه در نهایت کشته میشه. ترامپ میگوید رهبری جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد هر فردی که به عنوان
رهبر احتمالی مطرح شود کشته می شود. ادامه حملات گسترده آمریکا و اسرائیل و مرکز نظامی امنیتی در تهران و چند شهر دیگر. گزارش ها از هدف قرار گرفتن مراکز سرکوب در اصفهان، بوفان، سقز و جوانرود خبر می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی می‌گوید کشورهای مختلف از اوکراین درخواست کردند در دفاع در برابر پهپادهای جمهوری اسلامی کمک کند. رئیس جمهور اوکراین می‌گوید بر همین اساس در روزهای اخیر با رهبران امارات متحده عربی، قطر، بحرین، اردن و کویت گفتگو کرد. متحدان ما اکنون به ما روی آوردند، درخواست کمک برای دفاع در برابر پهپادهای شاهد کردند با تکیه بر تخصص و تجربه عملیاتی واقعی که ما در این زمینه به دست آورده‌ایم. حتی از سوی طرف آمریکایی نیز درخواست‌های مطرح شده. در روزهای اخیر با رهبران امارات متحده عربی، قطر، بحرین، اردن و کویت گفتگو کردند. همچنین قراره با دیگر رهبران منطقه نیز مذاکراتی انجام بشه. ما با شرکای اروپایی خود نیز در حال هماهنگی هستیم. البته هر گونه کمکی که ارائه می‌کنیم تنها با این شرط خواهد بود که توان دفاعی خود ما در اوکراین تضعیف نشود و این کمک به عنوان سرمایه‌گذاری برای فرصت‌های دیپلماتیک نیز به ما کمک کنه. ما به کسانی کمک می‌کنیم که از خود در برابر جنگ دفاع می‌کنند و در این حال به ما به اوکراین کمک می‌کنند تا به پایان عادلانه این جنگ نزدیک‌تر شویم. امید شمس سعودان و تحلیلگر امور بین‌الملل لندن همراه ما هستند. در همین ارتباط آقای شمس، زمانی جمهوری اسلامی در جنگ علیه اوکراین به عنوان متحد وارد شد، حالا با یک اتحاد بزرگ بین‌المللی روبرو شده و صحبت‌های اخیر زلنسکی بحث همکاری با کشورهای خلیج فارس مطرح شده. چه پیامی داره این موضوع؟ رو میکنه و آنچه که امروز پرزیدنت زلنسکی گفت نشان‌دهنده این هستش که دقیقاً در شرایطی قرار گرفته جمهوری اسلامی که پیشتر اوکراین رو در اون قرار داده بود. موقعیتی که درش قرار داره امروز جمهوری اسلامی طبعاً شکننده تر از موقعیت اوکراین هست، بخاطر اینکه متحدین بسیار زیاد داشته اما مسئله اساسی این هستش که زلنسکی به خوبی این رو امروز بهش اشاره کرد که اون توان تجربه‌ای که به واسطه مداخله بی‌دلیل جمهوری اسلامی در اون جنگ وجود اومد امروز به کمک متحدانی خواهد اومد که دارن تصمیم گیری می‌کنن برای اینکه روز نظامی به جنگ بکنن در حمایت از ایالات متحده و اسرائیل. در اون زمان جمهوری اسلامی تصور می‌کرد که با کمک کردن به روسیه می‌تونه یک موقعیت مستحکم‌تری به دست بیاره و یک متحد قدرتمند رو برای خودش دست و پا بکنه در منطقه. امروز دیدیم که این متحد هیچ کاری برای جمهوری اسلامی نکرده، به گوشه ایستاده و تماشا میکنه ویران شدن و کشته شدن تک تک رهبران جمهوری اسلامی رو. و حقیقت این هستش که در آن سو ما اوکراین که زیر ضرب پهپادهای جمهوری اسلامی قرار داشت و متحدین خودش همکاری کرد، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داد،